در اول اگر بگوین که در چند روز گذشته چی گذشته بین شما، تا نوز روی چی صحبت های شما توافق کردین، به صورت کلی اگر داشته باشیم که نظر شما در مورد در مورد مذاکرات چیست؟ خوشبین هستید به این مذاکرات یا کدام موضوع دیگر وجود دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه بر ما وقت دادین تا نظر خود با مردم خود شریک بسازیم. در رابطه با مذاکرات، قسمی که شما میدانین، امو 12 سپتامبر که جلسه افتتاحیه بود، پس از او باز به روز چند ساعت بعد بین هر دو تیم یک جلسه عمومی باز برگزار گردید. در اونجا تعارف صورت گرفت. پس از او باز از هر دو طرف یک گروپ های تماس تشکیل شد که در رابطه به می طرز العمل ها و در رابطه به می اصول کاری و رفتاری مجلس ها و نشست های آینده یک ترتیب برابر کنند. بعدا آنها دو سه مجلس داشتند و نشستند و موضوعاتی را که تعلق داره به می طرز العمل ها صحبت کرد. نقاط داشتند و سر همه نقاط تقریبا اکثریت نقاط توافق صورت گرفت. البته بعض نقاط اختلافی طبیعی است که باید وجود داشته باشد، چون اگر اختلاف نباشه باز به نشست ها ضرورت هم نمی باشه. اصلا که یک چند طرف میایه با هم میشنه معنی است که یک مشکل است دیگه. به شکل عام امیدوار هستیم، امید داریم که ان شاء الله این نقاطی که باقی مانده سر از آن یک تفاهم صورت بگیره و بعداً باز به اجندای موضوعات اجندا مذاکرات ان شاء الله پرداخته میشه و رابطه باز کار صورت میگیره. دکتر صاحب، شما تعهد و روحیه دو طرف را به عنوان دو طرف مذاکره چگونه ارزیابی میکنید؟ تا هنوز قسمی که ما پیشتر هم داشتم، یعنی رو در روز سر موضوعات بحث صورت نگرفته. گروپ های تماس هستند و در بین خود سر طرز العمل ها کار میکنه. ویکی کدام طرف تعهد داره کدام طرف تعهد نداره. ما از طرف خود در بار با مطبوعات هم با رسانه ها شریک ساختیم که ما الحمدلله متحد هستیم و عملا هم نشان دادیم و با یک اراده قوی و مستحکم وارد صحنه شدیم. میخواهیم که مشکلات ملت ما یک طرفه شود و مشکلات از بین برده شود و از دیگران هم میخواهیم که در این رابطه اخلاص داشته باشن و در این رابطه تعهد داشته باشن. همین توصیه محترم شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی که رئیس گروه مذاکرات امارت اسلامی افغانستان است، در نشست عمومی هم همین توصیه را داشتن که باید ما و شما که اینجا آمدیم اخلاص اگر نداشته باشیم، صدق نیت نداشته باشیم، با خدا نخواسته مشکلات ایجاد میشه. اما اگر اخلاص باشه، صدق نیت وجود داشته باشه، امید است که مشکلات به خیر حل شود. در روز افتتاح مذاکرات ما صحبت‌های آقای برادر را شنیدیم که از حکومت اسلامی و یک حکومت همشمول صحبت میکرد. در این مصاحبه میخوایم بدانیم دکتر صاحب که حکومت اسلامی که منظور شما هست چی ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه متفاوت‌تر از حکومتی که فعلا وجود داره و چه قسم انتخاب میشه این حکومت اسلامی، چه قسم به وجود میاد دکتر؟ بله، در بیانیه محترم مولا صاحب هم نقاط ذکر شده بود و این نقاط در بیانیه محترم شیخ صاحب هم تذکر داده شده بود. هدف ما است که یک حکومت باشه که پاسخگو به مردم باشه، برخواسته از خواسته های ملت باشه، از ارزش های ملت باشه، امنیت ملت تامین کرده بتونه، به مشکلات مردم رسیدگی کرده بتونه. از همه نگاه، از نگاه اجتماعی بگوییم، از نگاه اقتصادی بگوییم، از نگاه امنیتی بگوییم، در اون حکومت در اون نظام فساد نباشه، فساد اداری نباشه، فساد اخلاقی نباشه، فساد مالی نباشه. چیزی که مثلا ما می‌خواهیم که کشور ما در سطح جهان در رده‌های اول قرار داشته باشه، در به اصطلاح از نظام‌های خوبی باشه. هدف ما است این که مثلا با کدام طریقه این نظام با میان میاد، این خب مسئله بعدی است. همین گروپ ها که آمدن اینجا، تیم ها آمدن میشنن سر موضوعات صحبت میکنن دیگه، بازو موضوعات بعدی است، در رابطه آنها در بین خود یک تفاهم میکنن. در 4 سال حکومت طالبان در افغانستان مردم سختگیری‌های زیاد را دیدن و بعضا شکنجه شدن و حکومتی که فعلا مد نظر شما است چه تفاوتی با حکومت‌های قبلی خواهد داشت؟ اگر ببینیم از تقریبا 40 سال
در کدام جای مردم شکنجه نشده، در کدام جای مردم رنج ندیده. می 40 سال که می مشکلات جریان داره، این در هر جا شده. البته ما باید بگوییم که وقتی امارت اسلامی افغانستان آمد، امو مشکلاتی که بود، بی‌امنیتی بود، یک کس از خانه خود بیرون آمده نمیتونست، نه زن نه مرد نه پسر و نه دختر از خانه بیرون آمده نمیتونستن، از یک قریه و دیگر قریه رفتن نمیتونستن. در داخل شهرها میبینید، شما شاهد بودین یا طبعا وقت عمر ما کم بود، از شما شاید البته از کلامای خود شنیده باشین مثلا که در وقت یک چی حالتی بود، در هر شهر یک پادشاهی بود، هر کس چند پادشاهی بود، کشور به چی رسیده بود، به حالت یک تجزیه رسیده بود. عملاً امارت اسلامی آمدن، همین مشکلات از بین بردن، مردم آرام شدن، مردم احساس امنیت کردن، مردم البته بعض مشکلات که اوجه وقت بود مثلا او از تو بود که از توان و از توانمندی امارت اسلامی خارج بود. مثلا مسائل به اصطلاح چی بگویم، و بعض مشکلات تو بود که او اصلا تعلق به وقت می داشت. مثلا بعض سهولت‌ها صورت گرفته پیش آمده، این به این نیست که یک حکومتی را به میان آورده، همین زمان که به پیش میره به اساس همون وقت همین بعضی سهولت‌ها به پیش میاد، مثلا اینترنت بگوییم، تلفن بگوییم، دیگر چیزا مثلا بگوییم. این چیزا تعلق به یک شخص نیست که فلانی را دستاورد بدانه یا ندانه، این همین به مرور زمان همین چیزا هم به دنیا مثلا میاد. شما میبینید که در وقت شاید در دیگر دنیا، ما خودم به یاد دارم مثلا در کشورهای خارج هر کس تلفن نداشت، هر کس کامپیوتر نداشت، حالا میبینیم در هر خانه هر کس داره دیگه. این به این تعلق نداره که به اصطلاح مشکلات نظام بود یا نه، همون تفاوت‌های بله درست. دکتر صاحب، گرچه شما گفتین که در مورد انتخاب رئیس جمهور یا اینکه چه حکومت مد نظر شما چگونه تشکیل میشه، ما میخوایم به صورت مشخص در مورد انتخابات سوال کنم. دکتر صاحب، انتخابات برگزار خواهد شد در نظامی که شما مد نظر دارین؟ این موضوع هم تعلق به نشست‌های و بعدی داره، موضوعاتی است که اصلا ما فعلا می‌خوایم به یک توافق برسیم دیگه. این موضوعات بعدی است که در رابطه باز سر از این بحث صورت می‌گیره، مناقشه می‌گیره. درست. آقای بردک، در یک بخش از صحبت‌های آقای برادر در روز افتتاحیه ای بود که حکومت همه شمول میگفتن. در حکومت همه شمول چه فرمولی وجود داره که کیها چه قسم اشتراک خواهد کرد؟ و بازم باید امی جواب داشته باشم که چیزا مثلا تفاصیل خود تعلق باز به مو بحث‌های بعدی داره. البته به این شکل که ما بگیم در این رابطه هم افغان ها احساس بکنن که مثلا در نظام خود ببینن، آرزوها و آرمان‌های خود را ببینن. اگر ما مثلا بگیم که هر شخص مثلا باید در یک جای باشه، شاید ممکن نباشه، چون هر کس مثلا ریاست جمهوری مثلا به اصطلاح امروزی بگیم، یا مثلا کسی که در رأس قرار داره خو یک جای است، نه اونجا خاصه همه کس جا نمیشه. و همچنین دیگه مثلا بگیم که وزارت‌ها را بگیم، وزارت‌ها هم دیگه شاید 20 و 25 مثلا تا نهایتش 30 باشه. خب بازم اما که به می چوکی مثلا هدف چوکی باشه یا هدفی باشه مثلا که هر کس هم منافع شخصی خود در نظر گرفته باشه، این هدف نیست. هدفی است که ارزش ها و آرمان های مردم، مشکلات مردم، خواسته های مردم برآورده شود. این دیگه با ضرور نیست که به اصطلاح یک شخص مشخص به نام و به شهرتش در یک جای خاص قرار داشته باشه یا کسی دیگه نداشته باشه، این مطرح نیست. دکتر صاحب، منظور از اشتراک سیاسی در ادارات، منظور از اشتراک اقلیت‌های قومی یا قوم‌های مختلف که در افغانستان وجود داره است. فعلا به طور مثال فعلا اساس اشتراک تقریبا در ادارات دولتی یا در ادارات حکومتی بر اساس همون توافق بن هست که در او اساس قوم در نظر گرفته شده. در حکومتی که شما مد نظر دارین، منظور از اقوام مختلف چه قسم جای خواهد داشت؟ ما بازم عرض می دارم که در این رابطه همو اساسات دین اسلام مبارک برای ما اصل و اساس است. در پرتو ارشادات دین مبارک اسلام چیزی که گفته شده، ما به هیچ کس تبعیض نمی داشته باشیم و نمی خواهیم و نه درست است به هیچ قوم، به هیچ فرد یک جامعه که مثلا به او تبعیض صورت بگیره، نه خیر. این هدف نیست. هدفی است که باید ما برای استحکام نظام به خاطر
به اصطلاح آزادی و استقلال کشور خود که چه قسم میتونیم به کدام طریقه امی کشور ما آرام میشه. هدف دایی است. دایی که البته ما سابقا عملا ثابت کردیم مال هم که ما به همه اقوام و به همه فکرها در جای خودش در دین در پرتو دین مبارک اسلام متحد هستیم. یک نگرانی دیگه که مطرح میشه ای است که یک بخش کلانی از جامعه افغانستان فعلا که خانم ها است نگران است که در حکومت فعلی یک فرمول وجود داره، مثلا در پارلمان 25 خانم 25% حق خانم است که در پارلمان حضور داشته باشه یا اشتراک بکنه یا سهمی مشخصی اونایه. چنین فرمولی در حکومت که مد نظر شماست، حکومت اسلامی که مد نظر شماست، برای حمایت از خانم ها وجود خواهد داشت فرمولی مشابه یا چنین فرمولی؟ به شکل عام در رابطه به حقوق زنان ما به همه حقوق زنانی که دین اسلام مبارک ما به او دادند به او ملتزم هستیم. حق کار است، حق تعلیم است. البته در پرتو دین مبارک اسلام اصول دین پرتو دین اصول دین مبارک اسلام باشه و ای که مثلا 25% و 26% من نمی‌فهمم از کجا آوردن یا ما از این فرسان بکنم. مثلا یه ادعای حقوق زن که گفته میشه ما تا هنوز به این نرسیدیم که در دنیا برای ما یک کس جای را یا دولت یا کشور نشان بده که در اینجا حقوق زن و مرد مساوی است یا تامین شدگی است. تا هنوز ما نمیدانم. متاسفانه بگویم که بعضی ها از حقوق زن و حقوق بشر استفاده های سو میکنه برای منافع شخصیشان یا برای منافع بعضی کشورها منافع سیاسیشان، مثلا منافع اقتصادیشان بعضی چیزا رو میگیره او را. اگر حقوق زن تا هنوز من نمیدانم در جهان یک کشور کس نشان بده یک الگو باشه که عین در اینجا حقوق زن و مرد به شکل مساوی برشان رسیده. تا هنوز من نمیدانم. دکتر صاحب در حکومتی که مد نظر شما فعلا خانم ها در ادارات مختلف، حتی در پلیس، در ارتش، در بخش طبابت، در هر بخش فعلا خانم ها در افغانستان کار میکنن. در حکومتی که مد نظر شما است این زحمت هایی که فعلا خانم ها میکشه یا کارهایی که فعلا خانم ها انجام میده جای خواهد داشت؟ اگر در این رابطه ببینید چند پیش هم یک ویدیو بیرون برآمد که نمی‌فهمم از کدام وزارت داخله بود، از کجا بود، که در اونجا یک خانم فریاد میکنه. متاسفانه یک در جامعه سنتی ما و شما یک واقعی بسیار دلخراش است که یک زن باز از مقامات بلند به این قسم از او شکایت میکنه و گلایه میکنه و وزیر میگه که ما بار بار شکایت کردیم و به یک طرف رفتیم به دیگه طرف رفتیم که صدای ما را نشنیده و با یک ظلم صورت گرفته. در این حقوق زن کجاست؟ ما نمیخواهیم حقوق زن یک وسیله برای خدا نخواسته برای اغراض شخصی یا به اصطلاح بگوییم برای کارهای نادرست از او استفاده صورت بگیره. قطعا ما چه مخالف هستیم. همین چیزا را ما میخوایم اینمی چیزا از بین بریم. حقوق زن را میره بگوییم که این حقوق زن است، این خود درست نیست. در این رابطه ما که بازم میگیم در نشست های بعدی مثلا یا می وقتی که گپ به نظام سازی میرسه در این رابطه به همه چیزا رسیدگی میشه. در این رابطه بحث صورت میگیره که حقوق زن ما چه قسم کردیم. یک مشکل کلان ما داریم است که ما مثلا میخوایم در امریکا و مثلا در اروپا و دیگر کشورهای غربی و مثلا همون نظام از یارا میاریم در اینجا سر کشور خود اینجا تحمیل میکنیم. ما باید مردم خود ببینیم که مردم ما چه قسم زندگی داره، تقاضای از چی است، خواسته های از چی است، به اساس همون برشان نظام بسازیم. ما اگر ببینیم این کشورها که هستن حالا می نظام از دیگه جا آوردن خود اونجا به کشور خود دیدن، مردم خود دیدن، با مردم ها یک تفاهم کردن، یک نظام اونجا آوردن. ما هم می‌خوایم که در بین مردم خود باشیم، خواسته های مردم در نظر بگیریم، مشکلات مردم در نظر بگیریم. تو نکنیم که مثلا از یک کشور دیگه یک نظام بیاریم اینجا سر مردم رو تحمیل کنیم، باز از او که مشکلات حل کنه دیگه مشکلات ایجاد بکنه. قسمی که ما عملاً شاهد هستیم. به صورت مشخص اگر واضح بسازیم دکتر صاحب این مسئله رو برای ما، چون بیننده برایش خیلی مهم است که بفهمه، شما به خانم ها اجازه فعالیت نمیتین اصلا که مثلا در یک اداره کار کنه یا نه برایش زمینه فعالیت مناسب مهیا میسازیم که بتونه در چارچوبات منظم و سالم کار بکنه؟ من پیشتر عرض کردم که ما به همه حقوقی که الله جل به زنها و به دیگر افراد جامعه به شکل عام به مسلمان‌ها و به بندگان خود داده، و کار حق تعلیم است، حق کار است،
ما با اون ملتزم هستیم. البته به بندوباری و گدودی و بنظمی که در اونجا حقوق مردم زیر پا میشه، در او با ما میخوایم این مشکل از بین ببریم. درست. دکتر صاحب، میرسیم به بحثی که فعلا وجود داره. اگر اصول مذاکرات و تقسیم اوقات میان گروه تماس دو طرف به نتیجه برسه، رویش توافق صورت بگیره، اولین بحث هایی که مطرح خواهد شد چی خواهد بود دکتر صاحب؟ در این رابطه تا هنوز چیز توافق نشده و نه تا هنوز در این رابطه صحبت ها صورت گرفته. تا هنوز صحبت ها در چی نشست ها که است، در سر طرز العمل ها بحث است، سر اصول کاری و رفتاری در اونجا است. دیگه از این فارغ شود، توافق صورت گرفته شود، پس از او باز به دیگه موضوع داخل میشه. درست. آقای وردک، یک بخش مهم نگرانی های مردم فعلا صلح دوحه و جنگ افغانستان تشکیل میده. در مردم چه قسم مطمئن باشه که در این حال هم گفتگوهای صلح وجود داره و هم جنگ شدت پیدا کرده؟ ما جنگ شدت پیدا کرده در این نقطه ما موافق نیستم، بلکه جنگ کاهش پیدا کرده. از ما مثلا ایرا ببینیم 2 سال پیش ببینیم مثلا دو وقت چه قسم حالات بود، حال چه قسم حالات است. دیگه جنگ کاهش پیدا کرده. عملیات ما پیشتر هم عرض کردم که در عملیات ما کاهش صورت گرفته. بسیاری عملیات را که ما سابق میکردیم مالو عملیات صورت نمیگیره. دیگه این عملا یک نوید است برای همه که مثلا ما عملا قصد داریم، اراده داریم که این مشکلات را یک طرفه و از هر جانب در بحث سر از بحث صورت بگیره و از بین برده شود. دکتر صاحب، اگر این سوال یک قسم دیگه مطرح کنم، مردم افغانستان از دو طرف چه وقت منتظر باشه که دو طرف آتش بس میکنه؟ خب بازم ما گفتم یکی است که صرف آتش بس یک صدا شود که آتش بس این مشکل حل میکنه. یکی است که عملاً مو دیگه با آتش بس عملاً آتش بس نهایی باشه که پس از او باید فایر نشود، همه احساس آرامش بکنه و آرامی بکنه و به این ضرورت پیدا نشود که باز فایرها صورت بگیره. ما اصلا هم تو یک حل نهایی را داریم، به حل نهایی یک تعهد داریم که ما تو یک حل در به میان بیاوریم. اما حل آنی و به اصطلاح که یک روز آتش بس باشه فرداش باز دوباره جنگ باشه، به این متحد نیستیم. آقای وردک، آخرین سوال میخوایم مطرح بکنم. آقای وردک، آخرین سوال این است که زندانی های طالبان در زندان های افغانستان باقی مانده یا به صورت کامل آزاد شده؟ اگر باقی مانده چه تعداد باقی مانده؟ به شکل مشخص گفتن نمیتونم. خب طوری که در رابطه معلومات به شاید پشت کمیسیون زندانیای اسلامی امارات اسلامی افغانستان باشه، ما در حدود 8000 و 9000 متر شاید باشه. یعنی باقی مانده؟ بله. تشکر دکتر صاحب که